سلام سامرت، من هستم و خوش اومدین به یه ویدیو جدید دیگه. آقا سوراخ هم کردین انقدر گفتین فارما رو ویدیوهاشو شروع کن و میخواستم پارت جدید چلغوزدره رو بذارم که دیدم نظر شما خیلی مهمتر قطعا و اومدم سراغ اولین ویدیوی فارم چنلمون که همونطوری که قطعا تامنیل دیدید فارم آیرن هستش. اما قبل از اینکه برم سراغ شروع کار، آقا تولد 1 سالگی چنله. تولد چنل ما مبارک. آقا تولدمون مبارک، تولد چنلمون مبارک. 1 سال در کنار هم بودیم و تو این 1 سال به من که خیلی خوش گذشت و برای چنلمون امیدوارم که سال خفنی رو داشته باشیم، پیشرفت کنیم، خیلی تعدادمون بیشتر بشه و یه خانواده بزرگتر رو تشکیل بدیم. بازم میگم تولد 1 سالگی چنلمون مبارک و حرف اضافه نمیزنم، بریم شروع فارم. خب آقا بریم سراغ شروع فارم. وسایلی که لازم دارید برای ساخت این فارم این چیزایی که توی اینونتوری من میبینید، ولی به این تعداد نه، تعدادشو نمیدونستم، حالا اگه پیدا کردم براتون میذارم. اما برای شروع کار باید یه قسمتی رو به این صورت بردارید، سوراخ کنید اینجوری که من سوراخ میکنم. چرا؟ چون قراره بد قرار بگیره. اینجوری ما 20 تا ویلیجر نیاز داریم اونطور که خودتون میدونید و قطعا تو سری خودم هم دیدید. ما انقدر باید جا رو خالی کنیم و به این صورت داخلش رو پر از تخت میکنیم. تعداد این تخت سرجم میشه 20 تا. یه همچین حالت اچتوری در میاد. همونطور که میدونید ما 20 تا ویلیجر داریم میخوایم توی بدراک برای اینکه بتونیم یه فارم آیرن خوب داشته باشیم. البته حداقلش هم قدره. این قسمت ها رو، این مربع ها رو میکنیم، به جای گرس میذاریم. میگم گرس از این چیزا دیگه مهم نیستش و میایم یک دور روی تمام این بدارم از اینا میذاریم. خب حالا که اینا رو گذاشتیم، ما لازمه کار اینه که از هر طرف به این صورت دیوار کشی کنیم به طوری که دیگه بریم برای بدنه فارم، چون داخلیت فارم تا حدودا میشه گفت یه همچین چیزیه ولی هنوز تموم نشده. برو گم شو پدر سگ اونور، دارم فارم میسازم. و به این صورت 3 تا ارتفاع میدیم به این دور و یه همچین دیواره رو میسازیم. حالا داخل رو باید چی کار کنیم؟ ما برای اینکه بخوایم زامبی ها رو قرار بدیم، چون ما داریم برای این فارم 2 تا زامبی نیاز داریم، باید یه دونه زامبی این ور قرار داده بشه و یه دونه زامبی هم این ور. میایم این قسمت و این قسمت و البته من چون تخم زامبی دارم برام آسان‌تر، ولی شما باید زامبی بیارید، پس یه خورده شاید کارتون سخت‌تر بشه، ولی اونقدر هم سخت نیست، راحت میشه زامبی آورد. بذارید من فقط روشو ببندم که زامبیمون نسوزه وقتی گذاشتمش. خب یه زامبی اینجا، نیم تگ بهش میدیم، اسکول اسمشو میذاریم، مهم نیست هر اسمی که میخواد بذارید، حتی اسمای بعد. ولی خب حالا روش این به این صورت میایم با شیشه میپوشونیم. الان زامبی ما کاملا آمادن و حالا روی اینجا رو میپوشونیم. اما قبل اینکه کامل اینجا رو بپوشونیم باید داخلش 20 تا ویلیجر قرار بدیم، ولی 20 تا ویلیجر بالغ نه بچه. حالا شما قطعا برای فارمتون امکان داره که دنبال این باشید که بردارید چیزش کنید بچه، قطعا یا هر جا میتونید بریت کنید ویلیجر رو، براتون آسون تر میشه. فقط من حواسم باشه که هیچ بیبی اسپان نشه. شیشه همونو به سگ زدم. خب و حواستون هم باشه مثل این پدر سگ از این احمقا اسپان نشه. این احمقا میشه برید اونور. میخوام سگو بزنم. برو اونور، برو اونور، برو اونور، بمیر سگ. چند تا ویلیجر شد؟ 6 تا ویلیجر داریم، هنوز 14 تا دیگه میخوایم. خب بچه 20 تا ویلیجر اینجا رو من پر کردم و بچه رو کار نرم، یه 21ش میکنیم چون یه دونه دیدین همین الان یه گربه اسپان شد. حالا ما از هر طرفش از بالاترین نقطه 2 تا بلاک میایم جلو.
به این صورت. حالا یه دونه بلاک روش میذاریم، اینجوری هم باید بهش بلاک اضافه کنیم که دیوارمون این رو قرار بگیره. حالا که این دیوار این به این صورتی که میبینید از زیر کشیدیم، یه ارتفاع دیگه هم بهش میدیم. خب حالا که ما اینطوری این قسمت بیلدمون رو ساختیم، باید قسمتی که میخوایم آیرن گولما برن جاش و بسوزن انتخاب کنیم که من این قسمت رو انتخاب میکنم. حالا که این قسمت رو انتخاب کردیم، قبل اینکه بخوایم اینجا رو سوراخ کنیم، از این قسمت این مقدار کامل بلاک میگیریم. از این ور 5 تا بلاک، از این ورم کل بلاکا. حالا روشون آب قرار میدیم. خب انگار از این طرف چند بلاک، 3 بلاک کم گذاشتم. از این طرف انگار 3 بلاک اینوری رو 3 تاش اضافه تر میکنیم و 3 تا بلاک میذاریم به این صورت. حالا این قسمتی که ما میخواستیم درست شد. اینجا رو سوراخ میکنیم. اگه اینطوری یه قسمتی هم اضافه اومد اشکالی نداره، کلم رفت هوایو. اینجا رو میکنیم. ای وای زمین رو کردم. حالا این قسمت قرار هاپرامون قرار بگیره و لاوامون هم بالاش. من جای هاپرا رو درست کنم. چس رو در این قسمت قرار میدیم. حالا میشینیم، هاپر رو میاریم تا بالا. من افتادم. حالا بقیه هاپرا رو هم وصل میکنیم به هاپری که وصل میشه به چسمون. به این صورت، به این صورت، به این صورت. حواستون باشه که وصل شده باشه. یه تستش بکنیم. خب رفت داخل چست. آره هاپرامون درسته. حالا باید لاوامون رو بذاریم. لاوامون رو به چه صورت میذاریم؟ من یه آیتمی که یادم رفت انگار، باید ساینم ورداریم و لاوا و ساین رو یکی از اصلی ترین چیزها رو من یادم رفت. خربازی تا چه حد. خب حالا که لاوا و ساینمون هم اوکی کردیم، میایم این قسمت رو به این صورت یک ارتفاع بهش اضافه میکنیم. من تو که می‌بینید الان گربه هم همینجور هی داره اسپان میشه، قشنگ معلومه که فارم قراره چی کار کنه. ساینامون رو به این صورت میزنیم اینجا. باید توی بلاک سوم باشه در اصل. خب یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. بذارید من بشینم. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا، یه دونه اینجا، اینجا و اینجا. حالا پا میشیم. یه دونه ساین باید اینجا بخوره، یه دونه ساین باید اینجا بخوره. حالا باید این ساینا رو بیایم از این قسمت بشینیم، دوباره بزنیم، دوباره بزنیم، دوباره هم بزنیم و بذارید من یه بلاک بذارم این وسط باستیم که همونطور که میبینید آبم داره میاد قشنگ این وسط. یه دونم اینجا. آماده شد دیگه. برای اطمینان یه دونه هم بزنیم اینجا. خب حالا این بلاک رو ور میداریم، سطل لاوامون رو این بالا قرار میدیم. 2 تا سطل لاوا باشه بهتره به نظرم. خب حالا که به این صورت لاوامون هم شکل گرفت، باید چیکار کنیم؟ باید روی این قسمت رو با این علفامون، حالا شاخ و برگامون، باید اسپان پروف کنیم. بعد از اینکه این قسمت ها رو قشنگ به طور کامل اسپان پروف کردید و مطمئن شدید، البته من اشتباهی کردم، این قسمت یه بلاک دیگه باید ارتفاع بهش اضافه کنیم وگرنه این شاخ و برگام میسوزه طبیعتا سر لاوا و باید یه ارتفاع بیایم بالاتر اینجوری. حالا دوباره اسپان پروفش میکنیم. بعد از اینکه اسپان پروفمون تموم شد، باید بیایم پایین. دقیقا این قسمت ها رو 20 تا باید فلچینگ تیبل بذاریم به این صورتی که من قرار میدم. 1 2 3. یه دونه هم در وسطشون، 3 تا اینور 3 تا اینور، 2 تا وسط، 2 تا هم بالاش. حالا دقیقا همین شکل رو میریم اونورم انجام میدیم. دقیقا به این صورت. بعد از اینکه کل ویلیجرها به طور کامل فلشینگ تیبل شغلشو گرفتم، آیرن گولمای عزیزمون این بالا اسپان میشن
میرن داخل به صورت خیلی ASMR طور میسوزن. البته پایینشو باید میگم ASMR کنین یا علی، باید پایینشو کامل اسپام پروف کنید که من الان دیگه اسپام پروفش نمیکنم، خودتون حتما انجام بدید. و حتی بدون اسپام پروف اسپام شد قشنگ آرنگودم رفت سوخت و تبریک میگم آیرنامون آماده است. به نظر من اینی که البته اینی که خودم ساختم و به نظرم یکی از بهترین فرم آیرنایی که شما میتونید داخل بدراک بسازید. و اگه خوشتون اومد این ویدیو رو حتما لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب یادت نره. چنلمون 1 ساله شده. اگه تو ساب نکنی دیگه کی ساب کنه؟ پس این فارمو یادتون نره. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید، تو کامنت ها هم بگید. اگه خیلی خوشتون اومد برم براتون یه مگا فارم آیرن هم پیدا کنم، اونم براتون اگه تونستم آموزش بدم. و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیوی دیگه و یه فارم دیگه، خدا نگهدارتون.